مستقیمی نمی‌کنم. امروز قرار ببینیم کی خواننده بهتریه. آماده این؟ نه. بریم ببینیم کی خواننده بهتریه. الان ما هم تو باید از هم دیگه جدا شیم. تو برو یه سمتی که من اصلا نبینمت. من اونجا بودم. من کجا بودم؟ اصلا دیگه نبینمت. هر جا میری من دیگه نبینم. من میرم اونجا خیلی قراره امروز خودمون رو به در و دیوار بزنیم تا صدامون بهتر شه. یعنی از هر روشی که دلت میخواد دیگه اینجا باید مغز خودمون رو بسنجیم. از هر روشی که دلت میخواد، هر جوری که فکر میکنی باید صوتو بهتر کنی. هر گونه تقلبی هم آزاده. و در تقلب آماده کردی واسه خودت نه؟ اینقدر راحت نیست که ما الان بیان یه آهنگ رو انتخاب کنیم و بخونیم و تمامش. ما میتونیم 100 دفعه اون آهنگ قبلش تمرین کرده بودیم. هر کدوم از ما یه دونه آهنگ انتخاب کردیم تو ذهنمون که در آخر یه آهنگ باید به اون بگیم. من اوج و پایین نمیتونم بخونم. نیستم. حرف زدن مشکل داره. آره. من خیلی فارسی کم کم بلد. در اوج آلودگی اومدیم اینجا. واقعا جور سگ پرده نیستم. یعنی اگه بخوام نشونی بده داره میزنه. Oh my god. یه خانوم به اینجا بود داد من اون حرف زدم داد میزنه دیگه. برو بذار دوربین با خودم ببرم و بریم سراغ تمرین. خب آقا من 10 دقیقه کلا بیشتر فرصت ندارم. اولین کاری که میخوام بکنم به نظرم دوست همیشگی آدم کیه؟ چت جی پی تی. پس الان اولین کاری که میخوام بکنم اینه که از چت جی پی تی بپرسم. سلام خوبی؟ Hey there, how's it going? Please speak فارسی. حتما من کاملا به فارسی صحبت میکنم. هر چیزی که لازم داری بگو تا در خدمتم. من دارم یه ویدیویی میگیرم که تو این ویدیو مجبورم 24 ساعت، یعنی 24 ساعت که نه، یه ساعت من کلا فرصت دارم. 10 دقیقه کلا بیشتر فرصت ندارم تا صدا بهتر کنم که ببینم کی خواننده بهتریه. بهم چند تا پیشنهاد بده که صدام بهتر شه. از دیافراگم استفاده کنی و سعی کنی آرام و طبیعی صحبت کنی. 2000 years later. تمرین تنفسی رو من بده. چه تمرین؟ تنفس. اصلا مشکل داره. مثلا میتونی یک نفس عمیق از طریق بینی بگیری، هوا رو تا دیافراگم پایین ببری و بعد به آرامی از طریق دهان خارج کنی. خب آشنا دیدیم. معلم ورزشم بود. آقا این نفهمیدم من آخر چی گفت ولی گفت تنفس کن. خب آقا بریم تمرین خوانندگی بکنیم با آقای آرمان. ببینیم آقای آرمان هر چیز داره به اون بگه. بهتون بگم که به بهتر شدن رزونانس صداتون کمک میکنه. من محمد رضا غلاموند هستم. آرمان اسمش محمد رضا بود. آرمانو من کجا بردم؟ هامینگ و دقت میکنیم اندازه یه انگوش بین دندونام فاصله باشه. انگار یه آلوز دهنمونه و زبان بالاست، یه دونه انگوش فاصله. بعد دهنمو میبندم. اسم خود تمرین گویای این هست که باید چیکار کنیم؟ باید هم کنیم. پس میگیم نینگو نینگو نینگو. من پیشم دوستان ایشی با یون خدا آدم پیشی پشتم نشسته. وای من از پیشی نمیترسم ولی جا میخوام عوض کنم چون خیلی میان پیشم. وای پیشی بی تربیت. نگاهش کنین این بود بی تربیت. تمرینه دیگه. تمرین چون بشناسیم از کجا رد میشه اینجوری میریم.
عرض کردم نمیتونم انجام میدیم تا بتونیم پیشرفت و صدامون. یه تمرین دیگه هم که در کنار این تمرین ها هم چه خنده داره. الان میخوام زنگ بزنم به بهنام کلاس خوانندگی میره. بهنام پسر عممه. الان میخوام زنگ بزنم به اون ببینم اون چه پیشنهادی داره بهم بده. الان ساعت 4 و 100% بیداره. آره دیگه بیداره. الو سلام. مرسی ممنون. تو خوبی؟ من چه خبر؟ سلامتی. تو چه خبر؟ چی میکنی؟ من هیچ نشستم. به سوال ببین من الان توی یه ویدیوییم که خیلی عجیب قراره سعی کنم صدای خودم بهتر کنم تو خوانندگی. خب یه پیشنهاد بده من الان چیکار کنم؟ از نوت پیانو بیاری تمرین کنی صدات خوب شه کرد. آره یه آقا هم دیدم داشت با پیانو کار میکرد. همونه دیگه. باید ویدیو درست کنی؟ آره الان وسط ویدیو هم. الان صدای من دست میشه؟ آره سلام بر تمام شنوندگان عزیز کشور ایران که این مکالمه رو دنبال میکنن. شبکه 3 پخش میشه. میتونی حرفاتو بزنی به مسئولین. چیکار کنم؟ باید با نوت پیانو تمرین کنی صدات خوب شه. تمرینای صدا سازی کنی، حجم صدات بیشتر بشه. ریتم شناسی کار کنی، بتونی با مترونوم کار کنی. ببین نمیخوام الان برم رو استیجی. نه صدا رو شکل میده. صدا عوض نمیشه. میمونه بگم ریحانه یه پیشنهاد بده. قیافت ماهی عوض شد باید باشگاه بری، بعد 3 سال لیزی بخوری، بعد 3 سال لوزین پوستی رعایت کنی. باشه برم اینا ببینم چیکار میکنم. باشه مرسی. بیانه؟ بله. چه خبر؟ سلامتی. من کیبورد دارم خونمون، اگه دوست داشتی بیا با این کار کنیم. نه همین الان اینجا همینو کار میکنم بذاره. بله. دیگه چه خبر؟ 2000 years later. کار نداری؟ نه دیگه. چرا یه سوالم دارم اینم بگم وقت کن. مهمه. چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ صدا سازی، حجم صدا. برای حجم صدا مثلا یکی گفته بود که دهنتو باید ببندی، ریتم آهنگی که میخوای و بزنی. مثلا و سعی کنم روی یه دونه ریتم باشم. حالا برم از پایین برم به بالا. گی 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 گی. یه نفر رو میشناسم توی یوتیوب قبلا باش کار میکردم، همونو میخوام بزنم ببینم چی میگه. بعد نگاه میکنم. من زنگ زده کنم. الو منم الان تمام شد. اینجوری بشه. اینجوری باید بزن. چطوری؟ منم میرم. گفت اینجا نگرده. باسه واسه اینا بردم. آفرین مفخورم من آقا. حالا میکنی این برای من. چی برای تو؟ پاییمو بخورم بیام. شروع به جویدن آدامسه میکنیم که همون آدامسه میتونه زبونتون باشه. اینی که صورتتون بازی میکنید، ابروهاتون، چون اینا خیلی مهمه و شاید خنده‌دار. خود همین سوراخ‌های بینی، یه مقدار حرکت‌های کششی اینجوری انجام میدیم که یه مقداری این عضلات آماده باشه. آها بریم از رونمایی داورمون. این شما و این هم داور ما. خب آها بریم ببرم. یه دهم با تمون بخون. اول بزنید داورمون خوش بلده یا نه؟ بخون. از خونه جوان. برم واسه
چرا خوابم نمیبره، چرا خستگی هم سرم نمیپره، چرا همه شاغونم، چرا این ساعت اصلا نمیگذره، این حباب نمیشکنه، چرا هیچ کسی صدامو نمیشنوه، بهم بگو چرا وقتی نیستی، انگارشی دارم بازم یه چیش کمه. من دارم اینو میبینم که یه روز میام دوباره کنار تارو میگیرم، برقص و برقص و برقص و زیر بارون. شب تا صبح با ستاره ها رقصیدیم ما با هم کنار ما، شب تا صبح میدیم ادامه ما همه زیر بارون کنار ما، شب تا صبح با ستاره ها رقصیدیم ما با هم کنار ما، شب تا صبح میدیم ادامه ما همه زیر بارون کنار ما. بارون که میباره تو رو یادم میاره، دوست دارم هوایی رو که تو رو یاد من میاره، دلم تنگ میشه غروب و شبا، حس تنهایی میکشه منو، میخوام یه کاری کنم که از این حالت لعنتی درام. همین جاش واسه توی تنهای یک دشت بزرگ نمیتونم چی برم، غربت شب بی انتهاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست، رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه اسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیل اوتلس. The Bluetooth device is ready to pair. اون درخت سر بلند پر غرور که سرش داره به خورشید میرسه، منم یا الان آهنگ تو گوشت میگم، من به تق انتخاب میدم بین دوتا آهنگ، یه در گوشت بهت بگم. مثل بچم شدی، خود نبضم شدی، خیلی اتفاقی بود دیدنت اما الان قلبم شدی، من غیرتی امروز. دو پنجره گوش زنده میکنه الان گوشو برا تو، گوش زنده است. تو یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرم، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من، دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سنگ خارا، خب بس همین زده قفل بی صدایی، قرار شد یه آهنگ با جفتتون خسته ما. 1 2 3 آقا برای پایان این برنامه زیبا قراره یه دونه بیت بدیم، بیت دو نفر، بیت دوتایی بخونیم، بیت باکس. بریم بیا برو بریم. خب من تو باید نیستی؟ توی بال و پر من، رفیق سفر من، میمیرم مگه سایت نباشه رو سر من، توی خود عشق که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری، کجا تو خونه داری که قبلگاه همونجاست، هر جا که پا میذاری، اهل کدوم دیاری. نه میگه آی دلبرم آی دلبر از همه عزیزتر، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس.